قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی شبکه جهانی وصال حق، خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران محضر شما سروران و گرامیان هستیم. امروز باز هم توفیق الله متعال نصیبمان شد تا خدمت دعوتگر دیگری از دعوتگران راه حق و دعوتگر جوانی که در افغانستان می‌درخشد همراه باشیم. در استودیو با من جناب استاد مبشر مسلمیار حضور دارند که طبق البته روال همیشگی برنامه ابتدا حضور ایشان را در استودیو خوش آمد میگم و جناب استاد به خاطر شناخت بیشتر میخوایم که از زبان خودتان بشنویم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. جهان سپاس دارم از شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت بیننده های خوب تلویزیون خوب وصال حق. خوشحال هستم که در محضر عزیزان قرار دارم. من مبشر مسلمیار هستم، فرزند عبدالحلیم از افغانستان هستم. خب تشکر استاد. واقعا من خوشحال هستم که امروز فرصت دادین و حضورتان در استودیوی وصال حق بار دیگر خیر مقدم میگم. خب استاد، ما عادت داریم که خب نامتان البته تذکر داریم، استاد مبشر مسلمیار. میخوایم بیشتر بدانیم استاد مبشر مسلمیار در کجا و در چه سال متولد شدن و مراحل مقدماتی اولیه دروسشان را، دانش آموزی را بگیم بهتر، در کجا سپری کردن؟ درست. زادگاه ما در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هست و در مورد تاریخ تولد شوخی کنیم دو روایت است. یک روایتی که در تاریخ 1367 هجری شمسی تولد شدیم و یا هم 1368. خب بگم ما اغلب 1367 ماه جدی 1367 هجری شمسی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تولد شدم و طبیعتا طبق روال معمول مسائل ابتدایی اولیه را در خانه پیش پدرم آموختم. اسمشان عبدالحلیم بود و معلم بودن، الحمدلله معلم خیلی خوبی هم بودن. و بعد وارد مکتب شدیم و تا صنف چهارم مکتب در مرکز ولایت کاپیسا، برش یک منطقه را گلبهار میگن، در اونجا مکتب خواندیم. بعد تحولات آمد و فامیل آمد به کابل. در کابل از صنف 4 به بعد تا صنف 9 مکتب در مکتب متوسطی به نام مکتب متوسطی قلعه فتح‌الله میگفتن، در اونجا درس خواندیم و تقدیری بعد از او باز یک تحول دیگه آمد. مرحله لیسه را به صنف 10 و 11 و 12 در مکتبی که در او وقت به نام شیرپور بود، در منطقه شیرپور کابل، در اونجا خواندم. باز سال اخیری که ما فارغ می شدیم اسم مکتب ما تبدیل شد به لیسه احمد شاه مسعود. از اونجا سال 1385 غالبا اگر فراموش نکرده باشم 20 سفیدی است کمی از مکتب فارغ شد. پس مراحل پیش از دانشگاه را شما همیشه در بین کابل و بین استان کاپیسا، استان کابل کاپیسا سپری کردین و در سال 1385
تمام کردین. پس به این معنی شما در سال 85 یا 86 وارد دانشگاه شدین. اما استاد جالب بود که شما گفتین به چند روایت. سبحان الله، ما وقتی روایت گفتیم ما به یاد علمای قدیم و سلف افتادم که میگن در رابطه به تاریخ تولدشان یا وفاتشان اختلاف وجود داره. انشاءالله که از علمای برجسته قلمداد شوین و هستین انشاءالله. خوب جناب استاد، مرحله دانشگاهی، حالا میریم روی مرحله دانشگاهی را که در کجا دانشگاه را در داخل افغانستان وارد دانشگاه شدین یا به خارج سفر کردین؟ نه، وقتی که بعد از فراغت از دوره مکتب طبیعتا دوره امتحان کنکور سپری کردیم و ما دو پانتون را، دو دانشگاه را انتخاب کردم. یکی پانتون خود کابل و یکی هم هرات. و هرات هم به خاطر ای که اسم هرات شنیده بودم و توصیفش شنیده بودم، اما از نزدیک ندیده بودم، اما تا علاقه‌مند بودم که را ببینم و الله مقدر کرده بود که در پانزه شرعیات پانتون هرات کامیاب شدم و در سال درس اونجا دوره لیسانس در اونجا خواندیم و در سال 1388 غالبا همون سالی که تقدیری ما باید فارغ می شدیم، یک مشکل معضلی سیاسی بود. امتحانات سمستر اخیر ما به اوایل سال 1389 مانده، در اوایل حمل سال 1389 امتحان دادیم. خب در اسنادهای ما سال 1388 نوشته است طبق روال معمول. خب در کنار از این که این سال برای ما سال خوشی بود، اما متاسفانه یک مصیبت بزرگی هم در زندگی ما در همین سال واقع شد که قبل از سپری کردن امتحانات اخیر سمستر ما پدرم از دست دادم و یک مصیبت ناگواری بود. به خاطر این سال در کنار خوشی فراغت از پانتون این مصیبت هم متاسفانه بود. خب خداوند مرحوم پدر بزرگوارتان استاد عبدالحلیم مغفور و مرحوم بگردان. البته همه گذشتگان و پدران و مادرانی که از این دنیا رفتن. خب شما در سال پس 1388 یا 89 از دانشکده شرعیات گفتین؟ از دانشکده شرعیات هرات فارغ شدین. و هرات البته همه میدانند که هرات چی جایی است. هرات شهر علما و فضلا و هنرمندان. خوب استاد، وقتی یاد از پدر مرحوم شد میخواستم شما، البته معلم اولتون هم مرحوم پدرتون بود. اولین معلم ما در حقیقت میشه بگیم پایه های اساسی تربیت دینی ما را او گذاشته و همیشه لطف و مهربانی و شفقت پدرانی از او همیشه در ذهن ما هست. در کنار از اینکه پدر بود برای ما بسیار دوست نزدیک بود، یعنی حقیقتا یک دوست بسیار خوب برای ما بود. خب تقدیر الهی هم است، برای هر کسی یک زمان معین الله متعال تعیین کرده و او را از دست دادیم، اما همیشه نصایح و بزرگواری هایی که در حق ما کرده همیشه با ما در زندگی هست. خوب استاد میگن گپ میاره. ما صحبت های ما فکر کنم بیشتر هم به شکل خودمانی اگر پیش بره خوب است، چون شما از پدر یاد کردین. مهمترین چیزی را که از پدر یاد گرفتین؟ مهمترین چیز باور ما که پدر برای ما گفته، کنار تربیت و مفاهیم اخلاقی و دیگه مسائل، داشتن فکر خالص اسلامی بود. من خوب یادم میآید پدرم همیشه تلاش داشت برای اینکه که ما مفاهیم دینی را اول خلوصش را مد نظر داشته باشیم و به تعبیر بیشتر از منابع اصلی بیاموزیم دین را و به دنبال افراد خاصی، جریانات خاصی. سبحان الله. ما هم میخواستیم که این رو بپرسیم که خالص گفتین اسلام دین خالص یاد بگیریم. میخوام که اندک توضیح بدین چون بیننده متوجه شن برنامه ما هم بر علاوه ای که شناخت با شماست باید پیام های هم داشته باشیم. دوستایی که وضعیت جامعه افغانستان آگاهی دارن میدانن در شرایط مختلف، خصوصا شرایطی که ما بزرگ شدیم یک شرایط عجیبی و وضعیت های مختلفی بود و یک موردش این بود که غالبا افراد و اشخاص و گروه ها دنبال دیدگاه های خاصی، جریانات مشخصی می رفتن و طبیعتا گاهی وقتا انسان در مراحل نوجوانی
گاهی وقتا به یک طرف تمایل پیدا میکنه، طرف دیگه. باز چیزی که پدرم بیشتر در تلاش بود امی بود که مرا از امی گپ من مانع شوه و تلاش میکرد که من خودم بر مبنای دیدگاه های صحیح خود پیش برم یا وابستگی به کسی، به جریانی، به فکری نداشته باشم و تلاش بکنم به تعبیر عامتری به پایه های خود بیستم و بر مبنای دیدگاه های خود و بر برداشت خود حرکت بکنم. من یادم میاد بعضی از کسان یاد نام میگرفتیم که اونا تو خوبی ها دارن، تو خوبی ها دارن. با وجود از اینکه در اوایل مرحله آموزش بودیم، خصوصا بعد از اینکه در پهندون رفتیم، دیدگاه های مختلفی مطرح میشد و طبیعتا ما او را باز پدرم مطرح میکردم، چون در کنار از اینکه گفتم پدر بود با ما دوست بود. باز نکات ضعف اونها رو برای ما میگفت، اونها اینا نکات ضعف دارن، اینا رو دارن تا اینکه ما را قناعت بده که خود ما باید تلاش بکنیم که حقیقت دین را و مفاهیم دینی را از منابع اصلی که گفتیم بیاموزیم و میگم دنبال کسی نریم. خودتان کوشش بکنین، خودتان شوین، شخصیت خودتان را پیدا بکنین و بر مبنای اراده خودتان پیش برین و ارادهتان را به کسی دیگه نسپارین. امی من فکر میکنم بارزترین چیزی بود که پدرم برای من تعلیم داد و یعنی به تعبیر دیگه میتونیم بگیم تقلید کورکورانه نداشته باشیم. علمای شناخته شده، علمای معروف، دنبال از اقوال اونا یا از چیزایی که اونا ارائه کردن از اونا باید مستفید شویم. خب طبیعتا یکی استفاده از علم علما هست، یکی به اصطلاح کورکورانه رفتن به دنبال یک مسیر، یک جهت بود. قطعا ما در هیچ مرحله از علم علما بی بهره نمیتونیم بی نیاز بوده باشیم. مهم می بود که در کنار از این که از علم علما استفاده بکنیم، از لحاظ فکری تلاش بکنیم که تقلید کدام مفکوری خاصی، دیدگاه خاصی را نداشته باشیم و کوشش بکنیم مفاهیم دینی را با منابع اصلی و خلوصی که داره بگیریم و این نکته اساسی بود که من فکر میکنم در مباحث در مراحل بعدی فکری زیاد نقش داشت برای خودم. شما دوبار کلمه ای که پدرم با ما دوست بود یا دوستانه برخورد میکرد، یعنی با هم مانند یک رفیق بودین، ای را تذکر دادین و این واقعا نقطه فکر کنم که جالب و قابل توقف است و قابل تأمل است که رویش تأمل بکنیم. وقتی پدر با فرزندش برخورد دوستانه میکنه، ای چه نقشی در آینده شخصیت فرزند داره و اگر برعکس پدر با خشونت با فرزند برخورد میکنه، ای چه نقشی داره؟ آیا تاثیر مثبت و منفی داره در زندگی فرزند؟ قطعا نکته بسیار مهم و مسئولیت بسیار سنگین والدین امیست که به گونه‌ای باید با اولاد خود و فرزندان خود برخورد بکنن که بر از اونها شخصیت بدن از مراحل طفولیت، چون شخصیت اصلی انسان از مراحل طفولیت ساخته میشه تا اینکه به مراحل به مدارج بالاتر میرسه. برخورد کردن با اولاد نیاز داره به این که یک حالت اعتدال معقول را داشته باشه. متاسفانه در جامعه ما خودم شاهد هستم، میبینم که گاهی وقتا در بعضی از خانواده ها نوعی دیکتاتوری بسیار مطلق حاکم است که حتی باور بکنین ما شاهد بودیم گاهی کسانی که در مراحل بالاتر سنی رسیدن، حتی ازدواج کردن، اولاد دارن، باز هم پدر اجازه نمیده پیش روش حداقل یک گپ عادی را بزنه. همین حد یک نوع دیکتاتوری. و از طرف دیگه یک دیگه باز به حد تساهل میکنن که از کلمه دوستی و محبت و اینا مثل گویا حرمت و احترام باقی نمیمونه. بهترین روش همیست که انسان در مراحل تربیتی با فرزندان خود رعایت بکنه و ایست که حالت روحی و روانی طفل را بدانه و او را رعایت بکنه. معنای رعایت کردن حالش است که او را نه شخصیتش سرکوب بکنه و نه هم بدون به اصطلاح رعایت حالش او را کاملا رها بکنه. در یک حالت اعتدالی او را مد نظر به اصطلاح پرورش بده به گونه‌ای که هم شخصیت خود کودک رشد بکنه و در کنار از این عواملی که میتونه او را به انحراف بکشانه به گونه بسیار نیکو و تا حدی که طفل و کودک و نوجوان و جوان میتونه بفهمه قناعت بده که اگر از یک کاری بندش میکنه او را قناعت بده که بد است، چون تأدیب و تشویق توأم باشه. باشه. هر دوی از اینها باید بده باشه، یعنی بر مبنای قناعت و یک تعامل معقول و سنجیده شده
پیش بره، این میتونه در کنار از این که از انحراف فرزند جلوگیری میکنه، شخصیت از او را حفظ میکنه و او به خود احساس میکنه که من شخصیت مستقل دارم و شخصیت مرا مثلا والدین درک میکنه. در کنار از این که دیدگاه های مثبت و اقوال خوب از اونها را بگیرم، خود من به عنوان یک انسان تلاش بکنم از توانایی ها و استعدادهایی که الله تعالی بر من داده از اونها بهره مند شم. یعنی استاد میشه بگیم که برخی والدین هستند که بگونه با کودکانشان، با فرزندانشان، حالا چه پسر باشه چه دختر باشه، برخورد میکنن که حتی این وقت در سن 20 سالگی میرسه فکر میکنه که تا هنوز همان کودک 5 ساله یا 6 ساله هست. کاملا وابسته به و خوشبختانه میبینیم در کنار از این پدرهای وجود دارن که وقتی یعنی با فرزند پسر یا دختر 5 ساله یا 6 ساله وقتی انسان وارد بحث میشه، وارد گفتگو میشه، صحبت میکنی، با او داد و گرفت میکنی، احساس میکنی که تو در مقابل یک شخصیت که در مرحله نضج رسیده، یعنی وقتی صحبت میکنه صحبتش منطقی و معقول است. پس یعنی قسمی که شما گفتیم باید حد اعتدال رعایت شود و با کودک وقتی از در دوستانه پیش میری، دوستانه طوری نباشه که خدای نخواسته دیگه این طفل تا مراحل 15 و 20 هم که میرسه همون طفلگونه و کودکانه برخورد میکنه. خوب استاد، میریم روی این که شما در سال گفتین 1388 یا 89 فارغ شدین از دانشگاه. بعد از او چه وارد چه مشغولیتی شدین؟ آیا تحصیلتان تکمیل کردین، مراحل ما بعدی ماستر یا کارشناسی و اینا، یا ای که متوقف به می حد اکتفا کردین و وارد صحنه کار شدین؟ من خیلی علاقه‌مند بودم که درس خدا باید بخوانم، اما یک سلسله محدودیت هایی بود و محدودیت ها از اینجا شروع شد که بعد از وفات پدرم مسئولیت خانواده به عهده من افتاد و مسئولیت پیدا کردم که حتما باید خانواده را سرپرستی بکنم. در کنار از این که در تلاش ازی بودم که باید زمینه برای درس پیدا باید بکنم، مسئولیتم باید برای خود جستجو میکردم. به این خاطر غالبا در حدود بعد از 1 سال وارد دارالمعلمین یا تربیه معلم شدم به وجه به صفت استاد. اولین دارالمعلمینی که در افغانستان بنا شده به نام دارالمعلمین سید جمال الدین افغان یا تربیه معلم سید جمال الدین افغان هست. در کابل است؟ بله در کابل هست. در اونجا به صفت استاد ایفای وظیفه میکردم. در حدود 1-2 سال 3 سال غالبا در می حدود بود و یک روز یکی از استاد آمد گفت که در پانتون کابل، دانشگاه مرکزی کابل، در دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک تعبیر افغانا در از لحاظ اداری میگن بست استادی اعلان شده. مرا گفت که تو میتونی در اونجا بری و امتحان بدی، اگر کامیاب شی اونجا بهتر از زمینه آموزش هم مساعد است، در کنار از اون محیط خوبتری برای دعوت هم داره چون تعداد شاگردا بیشتر است و مواردی. من همین کار اقدام کردم و الحمدلله در امتحان موفق بودیم. در امتحان رقابت در بین لیسانس حدود 32 نفر غالبا امتحان دادیم. در 3 بست و بالاترین نمره را ما گرفتم. الحمدلله الله کمک کرد و وارد کادر شدیم در پانتون مرکزی کابل در 15 شهریار دیپارتمنت ثقافت اسلامی و در اونجا بخش ماستری وجود داشت در 15 شهریار در بخش رشته شریعت و قانون. باز من علاقمندی به تفسیر و حدیث بیشتر داشتم و قرار به همی بود که بخش ماستری یا کارشناسی ارشدم در 15 شهریار برگزار شود و من منتظر ماندم که تفسیر و حدیث شروع شود و او را آغاز بکنم. بعد الحمدلله تفسیر حدیث هم ماستری در تفسیر حدیث هم شروع شد و وارد مرحله ماستری شدیم. در کنار از این که درس می‌خواندم، فقط یک مورد مشکل ای بود که در مرحله لیسانس که فرصت کافی برای درس داشتیم الحمدلله تا حدود درس خواندیم. در کنار از این که طبیعتا انسان در دوره لیسانس و شاگردی شوخی های خودم میکنه ما هم از جمع جوانای شوختری بودیم. در کنار از این الحمدلله تا حدود درس هم خواندیم، یعنی نمرات ما خیلی خوب بود الحمدلله. اما در مرحله ماستری وقتی شامل شدیم تازه ما
وارد مرحله استادی هم شده بودم و بعضی از قوانین معکوس هست متاسفانه در افغانستان که کسی که تازه وارد میشه و تجربهش هم کمتر میشه، اما مسئولیت های تدریسی بیشتر برش سپرده میشه و هر قدر که تجربهش بالاتر میره مسئولیتش کمتر شده میره. سالا ما درس زیاد بود، مثلا مسئولیت تدریس هم داشتیم و مرحله ماستری هم میخواندیم، کمتر فرصت میشد که زحمتی را که من خودم میخواستم بکشم به خاطر درس بیشتر خواندن. اما الحمدلله بازم مرحله ماستری را به اتمام رساندیم و تزیس ماستری خودم الحمدلله دفاع کردم، گرچه من از جمله کسانی بودم که اول رساله ماستری خود تکمیل کردم، اما یک سلسله پروسه های اداری در افغانستان است که منتظر میمانند تا یک مقدار زیادتری از محصلین در یک صنف رساله های خود تکمیل بکنند که پروسه دفاع از رساله علمی شروع شد. بالاخره الحمدلله در سال 95 از رساله ماستری خود دفاع کردم و الحمدلله موفقانه بود. و بعد از او گرچه دوستا زیاد تشویق میکنن که وارد مرحله دکترا شم، من بازی یک تعبیر میکنم پیش خود و به دوستان میگم من میخوام یک بار کمی سواد بیشتر بیاموزم باز وارد مرحله دکترا شوم. بازم اگر الله کمک بکنه و ان شاء الله در تلاش ازی هستیم که بتونیم به مرحله بعدی هم علم را بیاموزیم، اما اگر به صورت رسمی هم نشه طالب العلم همیشه بدن بالا علم هست و از هر فرصت ان شاء الله به خاطر آموختن استفاده میکنیم. به هر ترتیب فعلا عملا مرحله خاصی از آموزشی نداریم و فقط به تدریس مصرف. خب پس استاد تقریبا 6-7 سال از تجربه تدریس شما در دانشگاه کابل میگذره. و یک نقطه دیگری که شما اشاره کردین جالب است، یعنی وقتی اگر انسان برش زمینه فراگیری علم در چارچوب اکادمیک در دانشگاه ها یا در مکاتب یا مدارس میسر نشد، میتونه فرد که خودش مطالعه کنه و زانوی تلمذ نزد علمایی که در مساجد تدریس میکنن یا امروز حتی زمینه تدریس از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی خیلی میسر است و هر کسی که خواسته باشه فکر کنم که با امکانات بسیار کم، یعنی وقت اینترنت در اختیار داشته باشه فقط وقت بگذاره، اندک زحمت بکشه، انشالله که از کسب علم و از فیوزات علم و علما محروم نمیمونه و بهره مند میشه. خوب استاد، شما فعالیت های دعوی بگم چی وقتی را آغاز کردین؟ یعنی ای که شما بعد از دوره لیسانس یا قبلا هم در دوران مراحل اولیه دانش آموزی تان هم فعالیت هایی داشتین، خطابت یا بگیم نوشته یا به هر نوع فعالیت دعوی که باشه؟ الحمدلله کمک و فضل الله بود. از ابتدای سالهایی که در پانتون رفتیم یک خوبی وجود داشت در کنار از اینکه فضای پانتون هرات و جامعه هرات یک فضای علمی هست و زمینی برای کسب علم الحمدلله هست، کتابخانه ها هست. یک خوبی دیگه ای بود، البته ممکن گاهی وقتا اگه دوستایی نکته منفی بزنن، اما فکر میکنم برای من نکته مثبت بود. من از جمله کسانی بودم که زیاد بحث میکردم در صف، همراه استادا بحث میکردم، همراه شاگردا بحث میکردم. البته منظور من اینه بود که بحث‌های مثبت، بحثی که برای نتیجه رسیدن به حقیقت. امی موارد باعث میشد که من تلاش بیشتر بکنم برای مطالعه و الحمدلله در مرحله لیسانس چیزای مطالعه کردیم و امی باعث شد که دوستا گاهی وقتا باعث میشد که می صحبت‌ها میدیدن، باز خواهش میکردن که بعضی برنامه‌های درسی داشته باشیم. من از مثالایی که هنوز در پانتون درس می‌خواندیم در لیلیه حلقات درسی با جوانا داشتیم. الحمدلله جوانا جمع می‌شدن و برنامه‌های درسی داشتیم، برنامه‌های تربیتی برای جوانا داشتیم و الحمدلله جوانا تشویق می‌کردن. و زمانی که در خانه هم می‌آمدم در کابل، در اونجا هم در مسجد یک حلقه درسی با جوانا داشتیم و در برنامه درسی را پیش می‌بردیم. یعنی تقریبا از سال دوم، غالبا سال دوم پانتون که یعنی میشه بگیم از سال 86 و 87 شما فعالیت دعویتان عملا آغاز شده. عملا آغاز شده الحمدلله. و در کنار از اینکه او مراحل دعوتی
بعضی موارد مفید ممکن به دوستا برش خیلی رسیده باشه، برای خودم هم مفیدتر بود، چون یکی از عوامل و انگیزه هایی که وادار میکرد مرا موارد کتاب ببینم و مطالعه بکنم امی بود که یک مسئولیت برام سپرده شده بود که بعد در فلان جای حلقه درسی داشته باشیم، در فلان جای. اینا نکات مثبتی بود الحمدلله. میشه تعبیر شما از سالهای اولیه‌ای که در پانتون رفتیم در کنارش فعالیت‌های دعوتی هم الحمدلله بله نوشته‌های هم داشتیم، خصوصا زمانی که ما در پانتون با بعضی از جریانات فکری ضد دینی نوع میشه بگیم مواجه بودیم و ضرورتی میشد که در کنار از اینکه بحث‌های با اونها داشته باشیم چیزایی هم بنویسیم و الحمدلله بعضی از مباحثی که در اون وقت‌ها نوشته بودیم حال پیش من مانده و حالا که میبینم میگم خوب بودن دیگه. البته موادی که استاد فعلا از شما در سطح رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی پخش میشه به خصوص در یوتیوب موجود است، این فکر کنم اما محصول سالهای محصلیتان هست یا بعضش جدید و بعضش قدیم و غالبا در اون مرحله وسایل هم کمتر بود و معمول هم نبود در ثبت شود. باز بعد از اینکه از پانتون فارغ شدیم در مرحله استادی دوستا حلقات داشتن و اونا لطف کردن از من خواهش کردن، گرچه من خود در حد او چیز نمیدانستم که در حلقات بزرگتر تربیتی مباحث ارائه بکنم. لطف دوستا و گمان خیری از اونها باعث شد که درس شروع بکنم و در حلقات بزرگتر الحمدلله دوستا زمینی برای ثبت برنامه ها رو داشتن. از او زمان برنامه ها ثبت شد و در یوتیوب هم نشر میشه. بعد در بعضی جاها فرصت برای ارائه خطبه های جمعه هم مساعد شد و دوستا او را هم ثبت میکردن دیگه. بر ترتیب چندین سال به این طرف درسایی که در حلقات داده میشه، البته در جاهایی که زمینی ثبت هست اونا ثبت میشه و نشر میشه. یک نکته خوب است یادآوری بکنیم اویی بود که در اوایل من تو رو میگفتم که اول خود درس شاید در او حد نباشم، باز دوستا میگفتن که نه درس بدین، باز وقتی درس میدادم دوستا ثبت میکردم میگفتم نیاز به ثبت نداره این مباحث و علم ما در او حد نیست، باز لطف دوستا بود، باز گفتم حداقل اگه ثبت کردین نشر نکنین تا یک بار خودم ندیده باشم، چون طبیعتا بعضی خطاها و اشتباهات میباشه. یک مدت زمانی درس‌ها را مرور میکردم، بعد از اصلاح خطاهاش باز نشر میشد. یک باز کمی تنبلی من گرفت، گفتم برو دیگه نشر کنین. خب البته استاد طبیعت علما و دانشمندایی که از فرا گرفتن علم هیچگاه احساس خستگی نمیکنن و همیشه احساس آتش میکنن که باید من بیشتر کسب علم بکنم، داشته های خود کم میشمارند و البته تواضع هم نقش خود داره. استاد شما هم بسیار تواضع میفرمایید. البته بیننده های عزیز سخنرانی های استاد و درس های استاد مبشر مسلمیار در یوتیوب فراوان است و مباحث خیلی جالب دارند. البته به نظر خودشان میگن چیز نیست یا کم است یا کمبودیای داره، هیچ عمل بشری البته کامل نیست، اما چیزی که نزد استاد شاید ناچیز باشه نزد طبقه دیگر و طیف دیگر از جامعه که نیاز به کسب علم داره، نیاز به معلومات داره، یک ماده مفید و ماده دسم به قول عربا باشه. خب استاد گرامی، البته وقت این برنامه از سلسله برنامه های با دعوتگران در همین دقایق به پایان میرسه. از شما تشکر میکنیم و البته فراموش نکنیم که ما شما انشالله در قسمت بعدی صحبت های ما را تکمیل میکنیم تا هنوز سوالات دیگری هم در ذهن ما هست و از تک تک شما بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه صبر کردید و پای صحبت های ما و جناب استاد البته نشستید متشکر هستم و سپاسگزار هستم و ان شاء الله در برنامه دیگر در قسمت بعدی همین برنامه نیز جناب استاد مبشر مسلمیار با ما خواهند بود. تا آن دم و آن لحظه همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي